اگه عاشق انیمیشنی باید بهت بگم که سال 2025 قرار یه سال ترکوندنی باشه. کلی انیمیشن خفن تو راهه، از دنباله‌های محبوب تا کارهای جدید که همه رو شگفت زده میکنه. توی این ویدیو میخوایم مورد انتظارترین انیمیشن های 2025 رو بهتون معرفی کنیم و ببینیم که کدومشون قرار خیلی سر و صدا بکنن. پس اگه عاشق انیمیشنی تا آخر ویدیو همراه ما بمونید. شماره اول، رفقای بد. بعد از موفقیت فیلم اولشون، تیم جذاب آقا گرگه و سایر اعضای باند با ماجراجویی برمیگردن. اونا پس از تلاش برای دوری از ظلم و خلاف میدونن که چه زندگی درستکارانه چقدر میتونه خوب باشه. صحنه‌های کمدی اینا و صحنه‌های اکشن این انیمیشن رو به یکی از بهترین انیمیشن ها تبدیل کرده و 9 مرداد 1404 عرضه میشه. مورد دوم، الیا. پیکسار بار دیگه قصد داره که با اثر جدید ما رو به سفر درونی و هیجان انگیز خودش بکشونه. داستان الیو حول پسریه که به اشتباه به عنوان نماینده زمین تو یک اجلاس کهکشانی انتخاب میشه، در حالی که داره با موجودات عجیب و غریب روبرو میشه و اعتماد به نفس خودش هم حفظ کنه که 23 خرداد 1404 اکران میشه و ما ازش لذت میبریم. سوم، زوتوپیا. پس از موفقیت قسمت اول زوتوپیا، دنبال این انیمیشن حالا قصد داره ما رو به شهر پرجنب و جوش حیوانات بازگردونه. جودی ها و نیک والد، دو شخصیت اصلی، این بار با ماجراجویی جدیده که به شکارچیان و شکارها توی جامعه زوتوپیا پایان میدن که قراره 1404 عرضه بشه و ما ازش لذت ببریم. شماره چهارم، پادشاه پادشاهان. این فیلم داستان زندگی عیسی مسیح رو از نگاه چارلز دیکنز رو بازگو میکنه. این سه بعدی که با داستان‌های غنی و جذابیت بصری ساخته شده، داستان احساسی و معنوی رو روایت میکنه که بازدیدکنندگان بسیاری رو به خودش جذب کرده. 22 فروردین 1404 عرضه میشه و ما از اون لذت میبریم. شماره پنجم، وایلدوورد. این اثر فانتزی درباره دختری به نام پرو و دوستش کریتیسه که برای نجات برادر کوچکش وارد جنگل جادویی و پر از اسرار میشن. وایلدوورد ترکیبی از فضاهای چشمگیر و شخصیت‌های جادویی و همچنین داستانی باحاله که تونسته سطح بالایی رو به خودش داشته باشه و 2025 عرضه میشه. شماره 6، پدینگتون در پرو. خرس دوست داشتنی ما این بار به سوی سرزمین اجدادی خودش یعنی پرو باز میگرده و ما ماجراجویی‌های او و خانواده براون انیمیشنی با لحظه‌های پرهیجان رو به ما نشون میده و 26 بهمن 1403 همین چند روز پیش عرضه شد. شماره هفتم، پلانکتون. یکی از مورد انتظارترین انیمیشن های سال 2025 که بر اساس شخصیت پلانکتون ساخته شده، داستانی درباره پلانکتونه که با هوش و ذکاوت خودش سعی داره موقعیت آقای خرچنگ رو به دست بیاره و رستوران اون رو ورشکست کنه و همین فردا اکران میشه و ما ازش لذت میبریم. شماره هشتم، چگونه اژدهای خودمون رو آموزش بدیم. این انیمیشن یک انیمیشن زیبا و دیدنیه که داستانی مربوط به همون اژده و همون پسره که هر دوی اونها بزرگ شدن و تشکیل خانواده دیگه جوون به نظر نمیاد و 23 خرداد 1404 اکران میشه و یه جورایی شبیه به فیلم سینمایی اون دو چیزاست. شماره 9، ماینکرافت. داستان این درباره اژدهای بدخواه که همون اندر یا همون اندر دراگون خودمونه تو مسیر نابودی قرار میگیره و باعث میشه که یه دختر جوان و گروهی ماجراجویان برای نجات جهان بپردازن و 15 فروردین 1404 اکران میشه. اینم از مورد انتظارترین انیمیشن های 2025 که قرار پر از داستانهای هیجان انگیز باشه. حالا نوبت شماست. به نظر شما کدوم یکی از این انیمیشن ها قرار کلی سر و صدا بکنه؟ داخل کامنت ها برام بنویسید. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک یادتون نره و اگه هنوز عضو کانال ما نشدی کانال رو ساب کن. تا ویدیو بعدی، بدرود.